انسان خیلی مصروف است، اینقدر مصروف است که پرسان نکن. مصروف جانی خود، اول مصروف جانی هستی، بعد از او مصروف اولاد، زن، خانواده، اقارب، مردم. یک دقیقه وقت نمیگیری، تلفن از این طرف از اون طرف، الله امی روابطه، امی تعلقات یک دفعه قطع بکو، خلوت بکو با الله، مناجات بکو با الله. ما یک انسان مخلوق پیدا شده، برای چی پیدا کردی مرا؟ زندگی ما کلش امی گپا بود، امی که تیر کردیم. یک روز در خانه کاکا، یک روز در خانه ماما، یک روز پشتی وظیفه، یک روز در معلمی، یک روز در بازار، یک روز آمدم گوی مانده، گوی زله، گوی راحت. امی زندگی مفهومش امیست. امی قدر الله کائنات پیدا کرده، به می خاطر به می قدر گپ که نصفش در رنج و غم و درد تیر شد، یک چندش در خوشحالی تیر شد. این کل جولانگاهی موجودیت ما انسان امی قدر بود. صبح خیستم، دویدم، وظیفه اجرا کردم، پس آمدم. تو این کائنات صرف به می خاطر پیدا کرده بودی. زمین در خدمتم، آسمان در خدمتم، گیاه در خدمتم، ابر در خدمتم، باد در خدمتم، آفتاب و مهتاب در خدمتم، حیوانات و پرنده در خدمتم، هوا و اکسیژن در خدمتم، همش در خدمت ما. و ما زندگیم امی قدر مفهومش بود، امی قدر روزی که رفت آمد کردم. اگر این مفهوم زندگی باشه تباهی است. زندگی ما مفهومی خیلی با ارزش داشت. ما به یک هدف عظیم آمده بودم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما باید الله را میشناختم، خالق خدا میشناسم، رب خدا میشناختم، که امروز در قبر روی سرخ جواب داده میتونم که ربی الله، مالک و متصرفم الله است. ما در دنیا طوری زندگی کردیم که فرمان مالک و متصرف فراموش نکرده، مکمل انجام داده. روز زانو زدی در قرآن کریم که رب تا بشناسی، روزی به یک درس دین نشستی، یک جمعه بود. امی جمعه را هم بجای ازی که صوبکی به زن میگفتی که کالای مرا تیار کنه، آب گرم بکنه، در وقت مرا بخیزانه که وقت غسل میکنم، امروز در نماز جمعه در 10 بجه میرم اونجا قرآن کریم تلاوت میکنم، سوره کهف میخوانم، چند رکعت نفل میخوانم، صف اول میگیرم، وعظ و نصیحت بشنوم. نه جناب، این پیسه، این مادیات، این مقام و منزلت، این موترهای لکسی به محنت که در دست آمده تا را آرام نماند. صبحکی به زن گفتی که در سالنگ میریم، در تنگی سیاد میریم، در پغمان میریم، دخترای نیم قوله و زنای نیم قوله تا بار زدی. امیطور جمعه مبارکی تا در عیاشی تیر کردی. 3 نمازی تا سر اهل خود از بین بردی، هم دیگره، هم شامه، هم خفتنه. جمعه خود جمعه بود از بین بردی. پس آمدی مانده و زله بودی و بازی کردی، ساتیری کردی، نماز صبح هم نمیخوانی، زنگ برات میاد کجاستی ناوقت کردی. از او رئیسه که دی قدر میترسی که آلی میری 1000 بانه کرده رایستی. مریضی پیدا شده بود صاحب رئیسه، بسیار بخشش باشه. پیش الله رفته نیستی و خالقی که تو را پیدا کرده و خالقی که یک حرکتت از او پوشیده و پنهان نیست. یوم ایزین تعرضون لا تخفا منکم خافیه، هیچ چیز باقی نمیمانه. در پیش از او رفته نیستی. تفکر که برادر مسلمانم، تا کی در خواب غفلت، تا کی عدم درک حقیقت، تا کی ما زندگی و هدفش نشناسیم. يا معدن الجود